در تقاطع عشق و عقل کدام مسیر را انتخاب می‌کنی؟ مسیری که پر از شور و احساسات است یا مسیری که به تدبیر و منطق ختم می‌شود؟ عشق نیروی بی‌پایان که قلب‌ها را به هم پیوند می‌دهد، آتشی که شعله‌ور می‌شود و زندگی را از نو می‌سازد. اما آیا این آتش تنها نور می‌آورد یا می‌تواند همه چیز را به خاکستر تبدیل کند؟ عشق می‌تواند شما را به اوج لذت و خوشبختی برساند، اما در همان حال می‌تواند قلب شما را در هم بشکند. آیا ارزشش را دارد که همه چیز را بر روی عشق قمار کنید؟ اما از سوی دیگر عقل نیروی سرد و محاسبه‌گر که تصمیمات را با دقتی بی‌نظیر می‌سنجد. عقلی که با خونسردی می‌تواند به شما بگوید چه زمان باید از عشق دوری کنید و چه زمانی باید پا پیش بگذارید. عقل می‌گوید محافظه‌کار باش، هر گامی که برمی‌داری باید حساب شده باشد. اما آیا همیشه زندگی باید اینقدر منطقی و بی‌روح باشد؟ در دنیای واقعی این دو نیروی متضاد به ندرت با هم به توافق می‌رسند. عشق می‌خواهد که تسلیمش شوی، عقل از تو می‌خواهد که مقاومت کنی، اما کدام یک پیروز خواهد شد؟ زندگی مجموعه‌ای از انتخاب هاست، انتخاب هایی که گاهی باید بین دل و مغز، بین احساسات و منطق یکی را برگزینید. اما آیا می‌توان راهی پیدا کرد که عشق و عقل را به تعادل رساند یا همیشه این جنگ درونی ادامه خواهد داشت؟ در این نبرد بی پایان انتخاب با توست. آیا به ندای قلبت گوش می‌دهی یا به منطق مغزت؟ کدام یک سرنوشت را رقم خواهد زد؟